امیدوارم هر جای دنیا هستید حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستیم در کانال اسنوکر شو. مسابقه بین مارک سلبی و دیوید گیلبرت، مسابقات آزاد ووهان. بازی 9 فریم، هر کسی که 5 فریم ببره مرحله بعد صعود میکنه. امتیاز اول رو کسب کرده گیلبرت در شروع فریم اول. One stage he was 5 frames up, lost in the air in a decide. So he's had some near misses on the deep screw and stayed on the pink. Very awkward cueing again, but and this time قرمزی که بسیار تا بسیار بد میس میکنه. won the Welsh Open. گیلبرت موقعیت افتاده دست مارک سلبی. بهترین سیفتی پلیر اسنوکر حال حاضر دنیا، بازیکنی با شخصیت و کاملا با پرستیژ اسنوکری، مرد دوست داشتنی اسنوکر مارک سلبی. نباید بره خیلی نزدیک صورتی، قرمزه رو میبینه. مارک سلبی میخواست کنون بکنه باش، اتفاق نیفتاد. سیفتی خوبی نیست. خوششانسی اسنوکر میشه با یه پیچ در میاد از حالت اسنوکر، اما توپو داده به کورنر، به میدل سمت راست. پات میشه. چقدر بد زد سلبی و باز هم خوششانسی که میاره نجات دهنده است. Chance to put the one, and he's just short of pace. همچنان هر دو بازیکن درگیر سیفتی قرمز آخر هستن. 18 امتیاز هم بیشتر اختلاف نداره. مارک سلبی caught it well, didn't he? That's exactly what he played. He didn't really know. حالا توپی که قابل پات هست. پوزیشن تقریبا نامساعد اما عالی کنترل میکنه برای توپ زرد. و دیگه کار تموم شده است برای مارک سلبی. پیش میفته 1-0 از گیلبرت.
in the last 64. Safety, which left Gilbert in a bit of a pickle, and the red. از اون مشکیای عجیب و غریب میخواست بزنه سلبی. دیدیم که زده از این مشکیا، اما این باری اتفاق نمیفته و فریم دوم رو با هم دیگه شروع میکنیم. یه پات خوب از سلبی همین اول کار. قرمزی که میس میشو قرمز هم میده به گیلبرت. پات نمیکنه، استفاده نمیبره از موقعیتی که سیلبی بهش داده و حالا باز هم گوی و میدان در دستان مارک سلبی. He was 8-6 up. Oh, hang on. Ooh. صورتی هم که میره قاطی قرمزا، الان دیگه باید به پک ضربه بزنه. اگه بخواد قرمز بگیره این کارو میکنه. قرمزی اگه داشته باشه به میدل، بله کنونش خوب از کار در اومد. حالا نوبت اینه که توپ صورتی رو برگردونه سر جای خودش. یه میسه بعد موقع روی توپ مشکی. صورتی بیرونه، بله بیرون مون صورتی. مشکی با زاویه زیاد پات شده، عالی پات کرد. پوزیشن قرمزش رو هم گرفت. سلبی و فریم دومی در راه است برای مارک. برخلاف بقیه بازی‌های سلبی این دوتا فریم خیلی تند و سریع پیش رفت. بازی جذاب بود تا به اینجا. امیدوارم تا پایان این اتفاق بیفته و رفت و برگشتای زیادی نداشته باشه. چه دبلی میزنه مارک سلبی. حالا اسنوکر پشت توپ آبی اهمیتی هم نداره. و 2-0 پیش میفته از گیلبرت. Dan Moody at 1 frame all, helped by a break of 9. And Zhang Anda, former international championship champion, 1-0 up on against Stephen Maguire. Maguire, who came through yesterday against the teenage. Yeah. Yeah, played it well. Just missed. بازی کمی رفته تو فاز سیفتی.
his way around the back of the black there, just. Well, he has pushed the red towards him. همچنان درگیر سیفتی هستن دو بازیکن. Well, he thought فول شد یا نه؟ فکر کنم اول به توپ مشکی خورد. نه، خطایی در کار نیست. that's an excellent shot in the more difficult yellow to gain good position. Always good to have someone in your Or just somebody to talk to. exactly, and Gilbert has his talent. Oh, that's another. But as long as he gets the right. پلنت No. امتحان کرد. گیلبرت پات نمیشه. توپ سلبی هم پات نمیشه. توپ خوب میده بهش. So back in again. It's easy مارک to say. سلبی 33 امتیاز You'd expect him کسب to کرده win تا به straight اینجا. from دیوید گیلبرت. the wrong side of the black and having to play for these reds. Frame top side of the blue. Now, yes. نذاشت اختلاف Wildo. زیاد بشه. اینجا می فلوگ Safe or snookered, and نگه میداره. گیلبرت رو پای میز و حالا بازی 2-1. this frame on the board, not convincing by any means. 1 and 2. به سود مارک سلبی. چنون خوبی هم انجام میده در اینجا. For a century. And 2 maximums. Gilbert made the 147th 147. It's in the Championship League. Now had 200. Well, this will make him feel این مشکی when you get the سنچری به همراه داشت. Mark Williams just taken that on the colours to lead Joe برای O'Connor. گیلبرت حالا فریم 4 رو باید با هم دیگه تماشا بکنیم. سیفتی Saved the بد battle. Dave Gilbert. از مارک سلبی. Well, that couldn't have gone any better. To that middle pocket. Going. It should enhance his runs his own snooker club, perhaps even more so than he appreciated. He's not thrilled with And now he's got to play this more difficult red. خوب داره پیش میره. Struck it well. but دیوید گیلبرت. again, straight.
now he's back in prime. اوه عجب میسی، عجب میس ساده ای، رو توپ ساده ای هم میس کرد گیلبرت. 2 تا ریکاوری شات خوب زد، اما توپی که فکر نمی کردیم میس بشه میس شد. و حالا سلبی تمام قرمزها رو نیاز داره برای کامبک. و صورتی مارک سلبی هم بیرون میمونه و میشه گفت فریم دوم گیلبرت هم به دست میاد. برای سلبی but given the balance in the previous frame, went on to make that nice century. These two have had a habit of playing final frame deciders. و حالا بازی 2-2 فریم پنجم آغاز میشه. Gilbert winning at the Zhejiang Grand Prix. And 54. Kyron Wilson, of course, was, but he's currently trailing 2-1 to Lei Pei Fan, the Scottish. بازی یکم گیر پیدا کرده این در این فریم. که پلنت رفته بود که بزنه، دیوید پات نشد. چه میز حاضر و آماده ای. هست اون وسط، فقط کافیه یه نفر سوتی بده و اون هم کسی نیست جز گیلبرت. اما چه کیوبال اصلا خوب نیست. سخت زدن این توپ، سخت زدن این توپ. بس پسش بر اومد سلبی. حالا موقعیت اینو داره که فریم سوم رو خیلی زود برای خودش بگیره. جنتلمن دنیای اسنوکر. It's like an absolute feast of points, doesn't it, with the Reds? That comes with the pressure of knowing that if you miss, so Selby will be looking for maximum concentration to clean sweep. With smaller colours. Your website is the center of your online business. Help protect it from online threats with website security. A protected site will also help you search ranking.
Get peace of mind for your online business today with GoDaddy. داره میچینه میوه هایی رو که گیلبرت تقدیم کرد به سلبی. یکی یکی داره میچینه میوه ها رو. اوه میس کرد. برمیگرده 100%. داشتیم راجع به میوه و این داستان رو صحبت میکردیم. میس کرد سلبی. مشکی خوشگل با رست. خوب زد مشکی رو. و مشکی که میس میشه و دیگه فریم رو قبول میکنه و حالا یک فریم پیش میافته مارک سلبی. خیلی لانگ شات خوب. یه فروی سلامت از دیوید گیلبرت. Steve Maguire takes on Sean. بازی پایا پای داره پیش میره تا به اینجا. هر دو بازیکن خوب بازی کردن. Pissed backwards and forwards in a straight line. 36. So, choosing the blue. And don't forget to pop the blue. چه ضربه بدی زد. گیلبرت قرمز رو میبینه به کورنر پاکت. خوب میزنه مارک سلبی. توپ آبی که میستاد گیلبرت و کیوبال از دست رفته مارک سلبی. ضربه بده. سلبی قرمز داره. off the cushion though for Selby and try and get in behind. سیفتی فوق‌العاده از دیوید گیلبرت. همون قرمز پات میشه به کورنر سمت چپ. میتونست اون قرمز رو بزنه اما این کارو نکرد. دو یه قرمز خوبه دیگه از این سمت میز گیرش میاد و پات میکنه. مارک سلبی همه قرمزها رو نیاز داره برای گرفتن فریم. Yeah, and he's not big-headed in any way. Win it at this visit. Blue. Let's see what's in it. اسکور رو برمیگردونه و از الان هرچی توپ پات کنه اختلاف امتیاز خودش با گیلبرت رو افزایش میده. مارک سلبی توپ سبزی که به دبلش فکر میکنه سلبی یا نه. بله زد و پات نشد. 12 امتیاز اختلاف. 25 امتیاز باقی مونده.
تو توپ آبی نیاز داره. Played it well. که دیگه بر نگرده گیلبرت. Again, he's had a stroke of توپ قهوه‌ای بزنه. یه اسنوکر میخواد. دیوید گیلبرت. delighted with that. Yeah, I'm surprised he played that shot because just a little too. How'd you look? توپ سبزی که He obviously فلوک میشه یه جورایی برای گیلبرت. نو امتیاز اختلاف. 22 باقی مانده. double kiss. میبینه برای پات. مارک سلبی. پات هم شده. توپ آبی 2 فریم پیش میندازه. مارک سلبی رو به صورتی هم که یه جورایی میشه گفت فلوک میشه و دیگه بر نمیگرده. حتی برای اسنوکر گرفتن دیگه اجازه برگشت نداره. وقتی یه توپ مشکی فقط مونده نمیتونه که برگرده گیلبرت. و حالا 4-2 یه فریم دیگه تا رفتن به مرحله بعد. توپ اول پات شده توسط دیوید گیلبرت. To travel a bit further. Well, didn't hold. Nice little touch that to finish the one. با التماس و تمنا از کیوبال خواست که زیاد حرکت نکنه دیوید گیلبرت و این اتفاق هم افتاد و الان Couldn't play that. موقعیت دست دیوید هستش. قرمزم پات میشه و 34 امتیاز و کیوبال از دست رفته. Slightly undecided right now as to whether to go ahead with it or not. The eyes seem to be working pretty well. سلبی فقط یه فریم دیگه نیاز داره برای پیروزی در این مسابقه. قرمز رفته سمت کورنر. پاکت پات شده. کیوبال باید دیگه وایسه، نباید بیشتر از اینا حرکت کنه. یه میز تقریبا تمرینی برای سلبی. 34 امتیازی که گیلبرت زده باعث میشه که سلبی نیاز داشته باشه قرمزا رو تا دونه آخر
right-hander is a 5-0 winner. The sub. سی و 5 امتیاز. بریک‌های نصف نیمه گیلبرت کار دستش دادن تا به اینجای کار و نتونسته قاطعانه فریم ها رو بگیره برای خودش. کنون فوق العاده از مارک سلبی، تو قرمزی که Very surprised. کنون کرده بود سهم خودش نمیشه و حالا گیلبرت قرمز میده به مارک سلبی، پات میشه. Very reliable with مشکی تموم میشه فریم برای سلبی و برنده این بازی کسی نیست جز مارک سلبی. If you don't take them terribly, you'll come away empty-handed, and that's what's happened. Who knows? و تمام. امیدوارم از گزارش این بازی لذت کافی رو برده باشید. خدا یار و نگهدارتون. عکس هایی که دارین مشاهده